بدیدم یک عروسی و شرنگی، بدیدم یک عروسی و شرنگی، به هر خانه صدای دنگ و پنگی. میانی مردم ها چی رسما شد، میانی مردم ها چی رسما شد، پیرزال به پیر مردک بگفت جفنگی. بدیدم یک عروسی با شرنگی های سلام علیکم اونده نباشین. شما کیری؟ اشتباه گرفتم بابا، اشتباهه. زنگ داری بزی گوشه. باقی دار هستی برای اینجا به خدا نشوشتم. مال چاشت میشه. من حالا میایم. چکار میکنی گیلا؟ تو چرا نمیشوری انجینر خود جواب نمیدی؟ طول 5 دفعه زنگ میزنم میگه که اشتباه گرفتی، تو چرا جواب نمیدی؟ کی؟ انجینر صاحب با. چی گفتم؟ یک سر زنگ میزنم میگه اشتباه گرفتی تو. آخه به من زنگ زد. شما انجینر صاحب کار ما بوده؟ ها. آخه شماره از اینا نبوده. بچه جو چری تو کار زد میکنی تو خودمه؟ بر اینجا چیکار میکنی؟ خب بر اینجا نگفتن دیشب. گفتم برای نمای ما شروع وطنی ماییم. تو بیا برم 1 کیلو گوشت بره خوب بستو که خودت یک شروع گل جانان تیار کن که اینو بیام نوش جان کنم. دیشب نگفتن که کچیری کنیم. حال بعد چه شد دیگه؟ شروع وطنی تیار کنه. تو برم 1 کیلو گوشت بره بستو بده. تست. خب پیش خود بر اینجا که پشکیش. نمای برین. گفتن شروع تیار کن بگم میفهمی یا نه دیگه. خب برو 1 کیلو گوشت بره بستو بده. که من تو خیلی تعدیق بخورم. کجا واسکت شما؟ واسکت من تا چمان گذشته 600 کیلو بخور داره. 1 کیلو گوشت بره میستونی، کیلو ماست میستونی، کانک ترکری هم میستونی که برمیداری میاد. دگه خیفت پرتی نمایی که با نرم این زرا دوره. خوب انجور میام بستو اگه بامون 10 کیلو سلاته. برو دیگه. انجینر صاحب سلاته خوش داره. برو. فقط اینا میگه مدام میگم میفهمی چی میگم بابا میگم مرض من دو سلاته. خب برو دیگه برو. تو سک یک گلم برای اینجا بگیفته بنام کن اینا رو هم خراب کرده. عقل بخونی. او به صدق بخورم بششت تیار کردم اگه. زرخان و شیر سیکن. خیلی خوش آمدین دوستان. زنده باشید انجینر صاحب. سلامت باشید انجینر صاحب. یعنی انجینر صاحب هر چی میگیم از این زحمت بگین که وزی باغچه کشیدیم و وزی اتاق کشیدیم، خیلی زحمت کشیدیم. خوب جایی هم تیار شده. باور کنین که من هر چی که کار کردم و زحمت کشیدم همه گیر بالای می خرج کردم. گفتم بالاخره دیگه باش که امید خدا شه ما آدم شوقی گورنگی هم دوست دارم دایم خودم. سلام علیکم. بله. این کمک امید چی تاره؟ چای بیارم انجینر صاحب. برو تو بس چای برو بیار. تیار کرده. برو بیار.
به خوبی و سلامتی اینجا بشینیم شما. زنده باشید، سلامت باشید. ساعت سیاه فرق نمیکنه، برای ما که فرق نمیکنه. شما چای چی میخورین؟ فرق نمیکنه، هر چی برزم سیام باشه میخوری، مشکلی نیست. این گاج نکردم انجینر صاحب بغل عظیم. امیته که خبر داره که من این امسال امیته که تازه تیار کردم، فهمیدین؟ گفتم باش کمی کاگیلا از کمی خوش و یک کمی ترک مرکا خو اینا رو هم بکنه که با گاج میکنه با دوباره گاج ترک نکنه. راست میگی. مثل که نم داشته دیوالا. بله. نه نم نمیده، چون که وقتی خونه تازه میشه باز تیار میشه باز یک ترک داره. درست. بعد اول ابتدا یک ترک داره. راست میگی. باز که ترک ازی گفتم ترک بخوره. نه. دیگه کاگلا مدرسه خوش باز گاچ ان شاء الله بخیر. به نوروز بخیر. بفرمایید. لالا رو معرفی نکردم. بفرمایید. لالا که هستم همینجا هم باغبونم و هم آشپز این منطقه ما شما. خب بله. اسم از اینو چیه؟ گیلک جان. گیلک جان. نام خدا. گیلک جان خوب هستی؟ شکر فضل خدا. جوره. ها الهی شکر. اسمم گیلک ولاد پیار من. خوب. بله. پیار و تابخچه. هستم. همون مامان ری سفید پیار منم که سر ما سفید نبوده. بدیدم کار میکنم. پیار منم. نام خدا دیگه کمک شوخ هسته. ساعت شما. خوندنم بلدم بخونم شما شیرم بگم. اگه یک چهاربیتی بخونید یکی رنگ. چهاربیتی اول یا شیره؟ از اون چهاربیتی ها لوکس رو یکی بخون گیلک جان. خوبه. سلام علیکم. و علیکم بابا خوبی. گیلک جان. هو. گفت ما چرا نکردیم و کم وزیک میکردیم. نشد گردنم بند باشه پیار من که چمانا رو چی میکنم. ما برفتم دور بشیرم نشد اگه با گفتم دیگه چاشتی تیار کنم. یک چیز دیگه گیلک جان. من این گوشی تو هر چی زنگ زدم تو گوشی خور ور نداشتی. امور میداریم که ما چون اشتباهه چه کار فلانه. آخر زنگ زدم به پیار تو. که شماره شما نبود. من شماره شما دیگه نوشته کردم. باق. نوشته کردم مثلا چون سواد ندارم. من گوشی خود که روشن است و اتصالاته. ما از اتصالات لارا زنگ زدم برای شما. گفت ما زنگ میکنیم او زنگ نکردی؟ نه شوشتم. دیشب به تو نگفتم که رفیقام از سبا میگن اون اوز پاک صفا بوشو رگل کنه. شعر بگم را خوندن بخونم. دیگه یک شعری هم بخون برای ما. یک چهاربیتی. اول شعر بعد یک چهاربیتی هم. گوش کن بچه. تو را سیگریت بلا بینم کفن بگردن. به. کسی به کسی کاری نباشه چه خور بیا پونه بکن. منارار بکنیم شلی بکاریم. میانی شلی ها میقر رجاله. خلاص شد. خیر بینی بیخی از اون تعدیل موضوع. گیلک جان گفتی من چهاربیتی هم میخونم. آی من قربانی چبوم یاری حالیده دلارمی غمای تو مرم کرد میده ای جانم ای به زندگی وفاداری نکردی الله به وقتی مردنم آیی چی فایده ای نازنینم به هر جا پا گذاریم زمینم خلاص شد. به یعنی باور کنیم این همین تکنیکا پخته نمیکنه که کیف میکنه. راست بگیم انجینر. بده کسی دیگه. گوش کنین داغه. انجینر صاحب داغه. خوب متوجه است. این شما بگیریم شما دو نفر. بیاین بابا بر شما بشینیم بابا. عباس بیا ماما جون بیا اون چی؟ عباس بگیره خودت. باه چه کاره؟ تلخ انجینر صاحب. اشته تلخه. بخوریم شما. بلا دیگه نمک نمیخور تازه نمیکنی.
بیارم و دوغار بیارم اینا تو بتا اینا چی انداختوندی؟ چند نمک انداختوندی؟ اول پاکت نمک بسته خالی کردی؟ تا دیگه نمک انداختم با تم نمک انداختی با من نگفتیم بابا. آقا اینا ما چی رقم کنیم؟ اینا چی بخورم میمونه؟ تو که پاک ابرو ما پیش این میمونه ببردی؟ خیر باش انجینر صاحب نون خوش کاس میخوریم غم ندار. وای 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 باش که من تعریف در کنم سه که خود خورده نمیتونه. چه یک نفر شما دیگه نمیکنه؟ دیگه من تیار کردم یا برای تو پیش خود نمک انداخته بابا خود دیگه من چیز کردم؟ من چرا شما؟ دیگه که من اول تیار کردم ورد اینا جمع کنیم خود چا بخوریم ورد داریم پیش بیارم و دوغار کنم بخوریم جمع کنیم که شروع مراد پیار بچه بخوریم نون خو خورده بخزیم بریم رکار خوریم دیگه بدن شما نمیخوریم شما ابری حیثیت نپیش همین رفقا ببردیم خیلی انجینر صاحب نه آقا باور کنیم اون روز ما 500 دیگه پول 1 کیلو گوشت داریم 500 دیگه بیترین گوشت داریم میاد پاک گوشتار رو ساختنده بود باز نکنه امروز اینا همه پاک شور کرده خیلی معذرت دوستای عزیز خیلی معذرت از شما معذرت میخوایم دیگه ولی بالاخره بوش شده دیگه کار اولتیشه بیارم شروع دوغار بدی طرف بدی هر خالی باغچه خالی خانه خالی کوش کرده دسته دسته آشنایان اندلیوان با بیلا اینا دردن بند شرمه خوش شد اینا رو نالی اگه داشت انجینر سیپیه ببینه سخت با موقع نمیکنه چکار میکنی گله؟ بله کو پیار تو؟ تا چمانه وارد شما عباس نه بابا بچه من پیار گله کس را بیه میگم من 6 ماهه که شما همینجا خودم کار میکنه بوشد یک دفعه که یک درست حسابی تیار کنیم بوشد یک دفعه گردن ما بند باشه انجینر صاحب من صبح خبر نداشتم چاش من شروار خود من نمک انداختم با پیار من برفتم نمک انداختم هم یک دیگه شروع 2 نفر آدم به کار داره خب شما گفتیم زودی تیار کنی که چیز نشه انا آیا سلام خوبین که خیریته هم شما پیر بچه که خودم همینجا کار میکنیم بله میفهمین که ما آدم مزدممون داریم بله با تای باغچه 24 سال یا انجینر رفقا میایم یا دکترا میایم بله بالاخره همین دوست رفقا من میخوام میایم خب یعنی هم یک چاشپو شده کمی آدم یا شما یک دیگه درستابی تیار کرده باشه که حداقل من با پیش همین میمونا سرخرو شده باشم اما هر چاشته که شما گفتیم مرتکه من میمون داشتم شما دیگه تیار کردیم دیگه بیت دیگه تیار کرده که روی حیثیت من پاک بشین و شراب خو کار واتش دیگه میشه یک دفعه آدم یک دفعه 2 دفعه چند دفعه شما میکار انجام بدید چند دفعه خودت بگو اونا من نبودن انجینر صاحب من نمک بابا چرا شما بدم شروار نمک میکردیم چی خوبه گردوندم که تو برات گوشتاره کدوم دیگه نمک کرده بدون خود کچلو و انجیرمی و ربا و اینا هم نمک تیار کرده بدون کتام گوشتار روش من داخل بده گخ نمک را میخواد بالینا حالا کم خلاصه گپا به دردم نمیخوره حساب کتابا خوب کنیم که هر چیزا شما میشه بودم بریم فرق کن ما از خود روی دارم حیثیت دارم شخصیت دارم و خود 100 نفر تا بالا دارم شما میفهمید که رو چاش میمونم نون دو خوردم روی حیثیت پاک بیش از اینا برم اینا مثلا باعث شده که شوربا و تیری تیار کنه حساب خوب بکنید کاکا جان هر حساب کتاب شما میشه حساب خوب بکنید با پول شما بدم بریم پناه شما به خدا بریم خدا روزی شما دیگه جواله کنه خوب بگن حساب کن چند طلبیم 10 روز 20 روز یک ماه چند طلبیم حساب کتاب خوب انجینر صاحب پیار من بیرو کنیم ما باشم این گپانیه پیار بیرو کنیم ما باشم نیه هیچ کدوم شما مرده خود به من نشوشتی از هیچ کدوم شما دل خوشی ندارم با کی پیر مرده خوب تعریف شدی این گپانیه چند روز طلبی از من من 17 روز و نصف سر روز خب از نو 21 روز میشه 21 روز خب 17 روز اساس شده 21 روز ما شما بخیز که به دفتر حساب کتاب شما بکنه بخیز خیر بینی بخیز ما بگن دنبال آدم بگردم که هم آشپزی همین منطقه عمل کنه هم باغبونی اینجوری بکنه شما به درد من نمیخوریم برادر 6 ماهه که من خود شما خونه ها میخورم بخیز
یعنی از مو باغون بیترتر پیدا خود کاکو نمیتونه دیگه کار سبی کرد نمیتونه دیگه اگه بتونه خب من خب دیگه از بعد یک کم جمعه نمیشه برو بخیر بری کاکو جان برو بری کاکو جان بری که سکوتو شو بکن بری بیا واپس بده یعنی کجا بره که دست تو روز داشته باشیم ها خودتو دار بابا سعی کنی همین صاحب کار ما و شما ای آدم سختیه ای که اول سختیه خب دیوم از هم فقط میگه اینجا وطل بازکه جمعه شنبه پنجشنبه هر روز خود کله گنده خوب به من میمون میاره خب میفهم که میمون میاره گناه منه باز من میجوگا میدم و من نگفتین که بابا جوگی لک من میگفتم او میگفتیم شوروار گوشت ننداز چیز گوشتار شوروا ننداز نه شوروار نمک ننداز که من نمک انداختم من چی بفهمیدم ما گفتم بچه خواه گندن که تو برای گوشتار ای کدوم ما پیازا کچلو همه سبکتوا خود نمکا رو برام بنداختیم تیار کردیم فقط یک گوشتا بود که شما ببینید بشوری بنده ساده گیندونی ما به بزی فکر ناش که تام نمک مینده بخاطر خیر به خیر خوشی برای عقبی بخواه خود خوب باختی خود نبینی نمیبینه خیرم نمیبینه کی؟ ما از این بخشه بدرش اگه خیر از این بخشه دیدنه کی؟ همون صاحب انجینر صاحب کار ما؟ آه خیر و خوش برای عقبی بخون باخشی تو آتیش گیره به خیر خوشی زن تو بپلوه گناه نداره؟ میپلوه دل جمع باش گناه نداره؟ دوای مسکین میپلوه خدا قبول میکنه ما مسکینیم یه خلکنده که میشا خونیم گشنگی مال لورس میره خدا تو رو به خیر خوشی به چیز بندازونه به مشگیری نه دیگه تو دوای گناه داره؟ خیر ببینی بریم دیگه بله ما روزی ما خدای پاک مال پیدا کرده میده روزی روزی ما ما خدا میده بریم باخچه شکستی از اینه بریم